نظرت راجع به مذاکره چیه؟ اینا اصلا از قبل بستن. خواهرزن ایلان ماسک دوست جونجونی من تو استانبول تضمین داد، گفتش که ترامپ ایران رو نمیزنه. گفتم چرا؟ گفت یه رگه ترامپ مال ایرانه. بچه خانی آباده، پدرش ناصر ترومپت اسمش بوده، تو گروه گوگوشینا ترومپت میزده. بعد یه بچه به دنیا میارن اسمشو میذارن دانیال، همین دونالده. خیلی جا ببین سیاست چیه. گفت امترین جا الان تو ازگله. چرا؟ چون زمینای پدر ترامپ همه اونجاست. اون نمیاد که زمینای خودش رو بزنه. فهمیدی؟ میگفت هر هفته ترامپ با لباس مبدل میاد تو خانی آباد، شما آبگوشت میخوره، یه قلیونی میکشه با مادر یواشکی میره. تو از کجا میدونی اینا رو؟ خواهرزنه و زن ایلان ماسک و زن ترامپ یه گروه واتساپی زدن، بعد چه شوخی های اونجا میکنن. اسکرین شات گرفته همه رو برام من فرستاده. گفت ملانیا میناله از دونالدان. چرا؟ اونا که ثروتمندن. گفت خره شوهر من. گفت خره. خواهرزن ایلان ماسک هر ماه میاد کلینیک دکتر حقانی. ایلان عاشق دکتر حقانیه. میگفت کاش من میتونستم بیام دندونامو اونجا ایمپلنت کنم تو 3 دقیقه بدون جراحی، بدون بخیه، بدون خونریزی.